салом бинандагони азиз, таҳволоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озодӣ пешниҳодатон мекунем. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар хидмататон. имрӯз 25 октябр атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. рубл боло рафт, доллар поин. Наздикони муҳоҷирон аз ин тағйирот хушҳоланд. Бонки миллӣ сабабро тавзеҳ намедиҳад. Ки контрол мекунад? Ягон ойлик зиёд намешад, ҳама чӣ мепарад нарх. Чӣ хел зиндагӣ кунем? Ними давлат буромада рафт. поёни интихоботи президентии Узбекистон дар фурсати наздик натиҷаи пешакии ин маъракаи сиёсӣ эълон мешавад. ва дар як озмуне дар Олмон мардони хушбуруту дорои ришои ғайримаъмулиро интихоб карданд. мойлаби ман барои иштирок дар ин озмун ба қадри кофӣ дароз нашуда буд. дар ин ҷо зичӣ, дарозии ришу, бурути бисёриҳо ва шебаи ороишашон хуб буд. қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон ба таври чашмрас боло рафтааст. Наздикони муҳоҷирон аз ҷаҳидани нархи рубл хушҳоланд, чун маблағи мегирифтаашон бо сомони зиёдтар мешавад. Аммо бархеи дигар мегӯянд, бо гарон шудани чанд маҳсулоти ниёзи аввал боло рафтани қурби рубл ба зиндагиашон таъсире надорад. Муллораҷаб Юсуфӣ ва Нигораи Фазлиддин ҳамин мавзӯъро пайгирӣ карданд. بالوروی قرب روبل در برابر اسعار ملی سامانه از آغاز ماه شروع شد. روز 25 اکتبر بانک‌های تاجیکستان ارزش 1000 روبل روسی را قریب 160 سامانه مقرر کردند که در مقایسه با آغاز ماه 5-6 سامانه گرانتر است. چندی دادن تو؟ 50. چهره کشاده این زن به خاطر بالا رفتن قرب روبل است، چون نظر به یک ماه پیش مبلغ فرستاده پسر مهاجرش را با ارزش بلندتر با سامانه عوض کردند. خش سوز بهترین خستیست خیلی کورسش پیش 45-35 بودیم خیلی پس بود خیلی پیش. این مرد برای گرفتن نفقه‌اش که از سوی روسیه پرداخت می شود به بانک آمده است. چند هزار روبل میفرستن پنسیتون؟ 20,000. کورس بالانجا برای ما خوب. یک سوم زیاد میشه. در حالی که بسیاری از نزدیکان مهاجران از بالاروی قرب روبل روسی در کشور خوشحالی میکنند، برخی هم میگویند با نظر داشت بالاروی نرخ برخی از محصولات نیاز اول در کشور، این بالاروی قرب روبل روسی شاید چندان به زندگی آنها تاثیر نکند، چون تقریبا در 2 ماه اخیر نرخ آرد و چون نرخ سوزشواری در کشور به طور نظررس بالا رفت. کنفیت 40 سوم بود، 46 سوم. کی کنترل میکند؟ ягон ойлик зиёд намешад, ҳама чӣ мепарад нарх. Чӣ хел зиндагӣ кунем? Ними давлат буромада рафт. کی پول رای میکنه؟ نیروهم. نیرو؟ چند سوم رای میکنه در؟ خیلی 1000 سوم، 800 سوم، 100 سوم نداری. اینجا با خانه میشود. همین ارز بگو، گندم بگو که چی خیلی قدر بلند میشود. برای اون که نرخ روبل با هدف گیوسیاسی مقامات تاجیک هنوز نگفتند که سبب بالا رفتن نرخ روبل در چیست، ولی برخی کارشناسان میگویند روند بالا رفتن قرب روبل روسی به گران شدن نفت در بازار جهانی ربط دارد. سبب چنین تغییرات ها در بازار اسعار تاجیکستان این در چی است؟ در عوض‌شوی موقع روبل در بازار اسعار جهانی است. روبل آهسته موقع خود را استوار کرده ایستاده است. شطوری که به همگان معلوم است، از حساب نفت و گاز، از حساب دیگر استراتژی‌های اقتصادی خود فدراسیون روسیه، روبل موقع خود را استوار کرده است. ولی این تحلیلگر تاجیک بالاروی قرب روبل را موقتی می‌داند. همین گونه پست و بلندشوی اسعار روسی در سال 2014 هم به نظر رسیدگی بود، لیکن در بین 2-3 ماه علاقه روبل موقع خود را استوار کرد و باز با نرخ قبلی خود برگشته بود. این روند یک موقتی است. شاید احتمال است که بین تا ماه دکبر روبل موقع پیشتر خود را اشغال کند. موضوع قرب روبل برای مردم تاجیکستان مهم است، چون سالانه حدود 1 میلیون شهروند کشور برای کار به روسیه می روند و مبلغ فرستاده آنها منبع اصلی روزگار نزدیکانشان در وطن است. ولی دقیق نیست که خرسندی پیوندان مهاجران از بالا رفتن قرب روبل تا کی دوام می کند. مولارجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.
رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. مقامات انتظامی روسیه بختیار عثمانوف، یک زاده تاجیکستان را که پرونده‌اش در دادگاه حقوق بشری اروپا پیروز شد، از این کشور بیرون کردند. بختیار عثمانوف که 2 سال در یکی از بازداشتگاه‌های روسیه بیگناه نگه داشته شده بود، از ولایت نووگراد به دوشنبه اخراج شده است. همکارم میرزونبی خالقزاد پرونده بختیار عثمانوف را پیگیری داشت و همین حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. اول جزئیاتی به تاجیکستان بازپس فرستادن عثمانوف را برایمان میگفتید. بله شهلا، پیوندان بختیار عثمانوف همین روز به ما گفتند که او را در ولیک نووگراد به دهقانی مشغول بود مقامات انتظامی روز 23 اکتبر دستگیر کرده به فرودگاه دمدید آورده و از آنجا به تاجیکستان اخراج کردند. عبدالغنی بهنایف تقایی بختیار عثمانوف روز 25 اکتبر به رادیو آزادی گفت با وجود آنکه دادگاه حقوق بشری اروپا در شهر استراسبورگ حکم کرد که او 2 سال در بازداشتگاه بی حکم و غیر قانونی نگه داشته شده است و باید در روسیه بماند، مقامات مسکو او را از کشور بیرون کردند. مقامات انتظامی او را با این اتهام که گویا شهروندی روسیه را با فریب به دست آورده است از حق شهروندی محروم کرده بودند. مقامات گفتند که گویا او هنگام به دست آوردن شهروندی نام همه خویشاوندانش را در عریضه نوشته است. دادگاه حقوق بشری اروپا سال 2020 گفت که این قرار دادگاه روسیه بی اساس است و برای 2 سال در بازداشتگاه نگه داشتن بختیار عثمانوف حکومت روسیه باید به او 11,000 یورو جبران بپردازد، ولی این نپرداخت و او را به تایسان فرستادند. آیا بختیار عثمانوف در تاجیکستان جستجو می شود و به جنایت متهم شده است یا نه؟ ببینید واقعا همین جنبه قضیه مهم است، چون بختیار عثمانوف به یگان جنایت متهم نشده است و او را در روسیه هم فقط به غیر قانونی گرفتن شهروندی متهم میکنند و خودش هم گفته است که عریضه را با مشورت کارمندان اداره مهاجرت روسیه پر کرده بود. برعکس دیگر قضیه ها، مطبوعات روسیه هم او را فرد زحمتکش و پدری خوبی معرفی کردند که در نووگراد به کشاورزی مشغول بود و با زن و فرزندانش با نان حلال زندگی میکرده است. بختیار عثمانوف سال 2007 به روسیه آمد و شهروندی گرفته است و حالا معلوم نیست که زندگی او چگونه می شود. او حق بازگشت به روسیه ندارد و زن و 4 فرزندش در روسیه میمانند. مطبوعات روسیه هم گفته است که مقامات با همین بهانه‌های رسمیاتی زندگی انسانها را به فاجعه تبدیل میدند و والدان را از فرزندانشان جدا میکنند و به دوری میاندازند. در واقع عین حادثه با کرامت شریپوف، حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه رخ داد که او را از شهروندی محروم کردند و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته میشد که سبب اخراج شریپوف با تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه بوده است. اما کرامت شریپوف تا آخر مرگش اخراجش از روسیه را کاری یک گروه غرضناک میدانست که او را در روسیه دیدن نمیخواستند. سپاس برای صحبت. من یادآور میشوم که دادگاه اروپای حقوق بشر در گذشته هم دعواهای را به ضد روسیه و با شرکت شهروندان تاجیکستان بررسی کرده است، ولی در بیشتر حالتها روسیه قرار این دادگاه را نادیده میگیرد. از جمله سال 2017 سید معروف سعیدов، شهروند 29 ساله تاجیکستان که دادگاه اروپایی حقوق بشر استردادش را از روسیه به دوشنبه منع کرده بود، در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده و در زرخریدی متهم گردید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. انتظار می رود که همین لحظه ها نتیجه های پیشکی انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان اعلان شود. دیروز ساکنان این کشور برای انتخاب رئیس جمهور برای 5 سال آینده پای صندوق های رای دهی رفتند. شوکت میرزیویف، پرزیدنت حاضر این کشور، با 4 رقیب نچندان معروف وارد رقابت شد که بیشتر جانبدار حکومت فعلی ازبکستان هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام و پیشبری نامزد را به انتخابات نداشتند. این 6مین انتخابات پرزیدنتی در ازبکستان از زمان کسب استقلال این کشور در سال 1991 می باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. بعد شکایت‌های زیادی ساکنان شهر کولو، بیمارستان این منطقه صاحب ماشین‌های معاصر یاری تجلی شده است. پزشکان میگویند ماشین‌های نو به صفت خدمت رسانی آنها به بیماران تاثیر خود را گذاشته است. تا 2 سال پیش تنگیم یگانه ماشین یاری تجلی بود که برای اهالی نویه‌های اطراف شهر کولو خدمت می‌رساند و استفاده از آن در راه ناهموار برعکس وضع بیمار را بدتر می‌کرد. محمود جان رحمتزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
آهسته آهسته جای ماشین‌های کهنه یاری تجلیلی رو در کلاب ماشین‌های نو و مدرن می‌گیرند. 2 ماه پیش این 2 ماشین یاری تجلیلی رو امامعلی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان به بیمارخانه یاری تجلیلی تقدیم کرده است. طبیبان این بیمارخانه میگویند که چنین ماشین‌ها را در فیلم‌های خارجی دیده بودند. در مرکز ما این گونه ماشین‌ها وجود نداشتند، بلکه ما وابسته به اون ماشین‌هایی که دسترس بودند کوشش می‌کردیم که خدمت خوب رسانیم، ولی نبودن این گونه ماشین‌ها البته تاثیر منفی به کار ما می‌رساند که خوشبختانه روز با روز با بهتر شدن خدمت رسانی‌ها تأمینات کار ما هم انشاءالله بهبود می‌یابد. در بیمارستان‌های کلاب تا وقت‌های اخیر از این یاری تجلیلی چینایی یا مشهور به تنگیم استفاده می‌بردند. ساکنان هم از صفت پستی ماشین‌ها شکایت داشتند. از این رو فیضعلی حسنوف در 30 سال استقلالیت بار از ماشین‌های یاری تجلیلی استفاده نکرده است. از دوره‌ای که همه روز استقلالیت سر شده زنگ زدگی نیستم. موری که شامجا همه ماشین قدر همه قفه میگیریم میریم. اکنون به گفته طبیبان ماشین‌های کهنه مال تاریخ میشوند. وقتی که ماشین راحت حرکت میکند و در آن دستگاه‌هایی برای دکتر لازم دسترس میباشند، این امکان میدهد که هم کار ما نسبتاً سبک گردد و هم برای انتقال به خطر بیمار مساعدت نماید. حالا بیمارستان یاری تجلیلی کلاب 10 ماشین دارد. 6 تای آن نو آورده شده اند. این 2 ماشین یاری تجلیلی ماشین‌های مدرن هستند که تا کنون نظیرش در منطقه کلاب نبود. طبیبان میگویند که این ماشین‌ها کار آنها را آسان میگرداند. در حالت‌های اضطراری به گفته طبیبان آنها می‌توانند از این گونه ماشین‌ها استفاده برند، چون به گفته آنها تمام لوازمات طبی را مهیا هستند. طبیبان بیمارستان یاری تجلیلی میگویند خدمت‌رسانی آنها به مردم بهتر شده است، اما بهبودی را نه همه حس کرده اند. اما اسکوریای اول وری ماشینای میدان میآیند، تانگینا میآیند، هر سort ماشین دارند. پزشکان اعتراف میکنند که 10 ماشین یاری تجلیلی برای 1 میلیون ساکن منطقه بسنده نیست و امیدوارند سال به سال پیشرفت خواهند کرد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. در مسابقه بین‌المللی ریشو برود و یا مویلب در آلمان که روز 23 اکتبر برگزار شد، بیش از 100 نفر خوشبرود و صاحبان ریشوی غیر معمولی از کشورهای گوناگون اشتراک کردند. حالا هم رو می‌بینیم که کدامی از خوشبرودها پیروز آمدند. ریشو برود و یا مویلب با اندازه ها و شکل های گوناگون را روزی 23 اکتبر در شهر ایگینگ ام زی آلمان دیدن ممکن بود. اینجا بیش از 100 خوشبرود و صاحب ریش های غیر معمولی از کشورهای گوناگون جمع آمده بودند تا صاحب جایزه دارنده بهترین ریشو برود شوند. حکمان که سرتراشان کسبی بودند، شرکتداران آزمون را از روی پرورش، تازگی، شکل آرایش و زیچی ریشو برود بهاگذاری کردند. رالف شولتز، غالب بخش ریشی شاهانه، گفت که 7 سال باز در آزمون‌های گوناگونی صاحبان ریش و برودهای غیر معمولی اشتراک می‌کند. امروز بار نخست موفق شدم که در مسابقه آلمان غالب شوم. تا این زمان در مسابقه‌های محلی جای یکم می‌گرفتم و چند بار جای دوم هم گرفتم. از نتیجه آزمون خیلی خوشحالم. کارل موزبرگر، رقیب شولتز، در این آزمون به پیروزی دست نیافت. مویلب من برای اشتراک در این آزمون به قدری کافی دراز نشده بود. در اینجا زیچی، درازی ریش و بروت بسیاری ها و شیوه آرایششان خوب بود. این به من دست نداد و مغلوبیت را باید قبول کنم. در این آزمون بخت نه بروی همه خندید، اما آنهایی هم که پیروز نشدند از شرکت در این مسابقه خوشنود بودند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی گذاشته می شود. ملاقات بعدی ما فردا در برنامه سرخط رویدادهاست. خود را احتیاط کنید از آن و خدا نگهداری هر یک.